میراث آلبرتا حقش بود بیاد تو مسابقه مستند. قطعا محافظه کاری کردن، ترسیدن و غیر از من چیزی نمیدونم. اگر از نظر کیفیت در شأنش بود که بیاد تو بخش مستندهایی که باید دیده بشه تو بخش مسابقه. از چی ترسیدن؟ از چیزایی که از این برم ترسیدن دیگه. زندگی مشترک آقا خانم محمودی از چی ترسیدن؟ یه ذره خاصیت، یه ذره بوی، یه ذره محافظه کار نبودن میترسونه دوستان. حالا خود بحث فرار مغز میراث آلبرتا در مورد خود فیلم و این داستان چیه؟ من از این فیلم شماره 2 از 1 بهتره، جلوتره و مسئله رو تندترش میکنه. با اینکه به نظر میرسه ظاهرا اینطور نیست، به نظر من عمق مسئله تندتر میشه و هم داری فیلم اثرگذارتره.